داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان سرگردانی در گیابان. بعد ششی که خدا به بنی اسرائیل فرمایش کرد که آیی عهد پیمانه به عنوان بخش شایی پیمانه که گراوان بستد بود ساتند. آوان به سرزمین موعود که هما کنعانت راهنمایی کرد. ستون شعبرا ششانی دیما به سرزمین کنعان طرفا شد و آوان به ستون پدا شدند. خدا گو ابراهیم، اسحاق و یعقوب عهد بستد که سرزمین موعود به آوانی فرزندند دند. اما باز این قبیله عاد زندگیش کرد که به کنعانیان معروفتند. کنعانیان خدا را پرستش و اطاعت نکردند. آوان خدایی غیر حقیقی پرستش کردند و شیطانی این کار انجامش داد. خدا به بنی اسرائیل گوشت شما باید شکنعانی یعنی شر را در سرزمین موعود خلاص بید. با آوان صلح مکنید و گراوان گس مکنید. شما باید آوانی مچ بتان نابود کنید. اگر شمن اطاعت مکنید در عوض به جای یشی که حقیقی این خدا و پرستش کنید شروع به آوانی بتانی عبادت کنید. وقتی که بنی اسرائیل به نواحی سرزمین کنعان رسیدند موسی 12 مردین زاگا شهر قبیله انتخاب کرد. بعد دستورالعمل داتن براوان آوان و پجاسوسی و تحقیق به آدن دیم داد. آوان باید در مورد کنعانیان تحقیق کنند که بگندند قوی هستند یا ضعیف. 12 مردین زاگ 40 روز در کنعانی سراسر گردشش کرد و بعد برگشتند. آوان بدین خبرش داشت و گوشتش جوانین و حاصلخیز این سرزمینی هست. اما 10 نفر شامردین زاگان گوشت که مردمی که عاد زندگی کنند باز گول پیکرند و آوانی شهر حصار دارید. اگر اما به عاد حمله کنند شکست آورند و به آوانی دستا کشتگه بیند. فوراً دو جاسوس دیگه که نامش کالیب و یوشه هست گوشتش یه درستند که کنعانی مردم شما توتر و قوی ترند، اما ما قطعاً آوان شکست داده‌اند. خدا پما جنگ کند، اما کن به یوشه و کالیب همه را گوشش نداد و شموسا و هارون دستا خشمگین بودند و گوشتش چرا اما را بری گیابان تهای آورتگه. اما در مصر مانتن یتر ششیت که جنگ تکشته بیند و امه جنازاگ اسیر بیند. آوان لوتدش نوکین رهبری انتخاب کنند که آوانا به مصر برگردانی. خداوند باز خشمگین بود و به اجتماع خیمه و تها ظاهر بود و فرمایش کرد برای خاطر که شما نسبت به من سرکش و طغیان نکنید به غیر کالیب و یوشه گرد افرادی که 20 ساله گشترند در گیابان سرگردان و هلاک بیند. آوان هرگز به سرزمین موعود تها داخل نبیند. وقتی مردم یشه را اشکتش ششی که توی این گناهش کرتت پشیمان بودند. آوان بوتی سلاح نزورتش و به کنعان حمله اش کرد. موسی به آوان هشدار دادد که مر روید چون خدا گراوان نهند. اما آوان به موسی خبر گوشش نداد. خدا به جنگ تها گراوان همراه نهد. بنابراین شکستش ورد و باز این مردم شاوان کشته بود و کسانی که جنگ تها برگشتند به مدت 40 سال به گیابان تها سرگردانتند. در طی 40 سالی که بنی اسرائیل سرگردانت خدا شاوان حمایت کرد. آسمان پراوان نداد که آینانه نام من هتد. خدا پراوان بلدرچین دیم داد تا گوشتم پوتی ورگه داشته بیند. در تمام یه دوران خدا پراوان کش و پوچ و پوشتن فراهم کرد. حتی خدا معجزه کرد و صخره و نیوسط پراوان آب داد. اما با وجود گردشان بنی اسرائیل کم شکایت و ناله کرد. به خدا و موسی مقابله، اما خدا همچنان به عهد سرا که گو ابراهیم، اسحاق و یعقوب بستد پابندد. یک گشت زمانی که مردم آب پورگ نداشتش خدا به موسی گشت در برابر بنی اسرائیل چمانی دیما به صخره آب گشت که آب جاری کرد. اما موسی به بنی اسرائیل یعنی چمانی دیما به جایی که به صخره آب گشید آب دند و عصا و 2 گشت به صخره و جد
آبش صخره تها در نیاد و مچ کم شایی وارتش. اما خدا شموسا دلگیر بود و گوشت تب سرزمین موعود تها داخل نویه. بعد 40 ساله که اسرائیلی کن به گیابان تها سرگردانتند، گرد آوانی که به خدایی زد شورشش کرتت مرتند. آنگاه خدا دوارک به کما اجازه داد تا سرزمین موعود نزدیک برسند. موسی پیر بودت، بنابریشی یوشع را وتی جانشین کرد. خدا گو موسی عهد کرد یک رویچ پیامبری چون موسی واکت. خدا به موسی امر کرد تا به توی این کوه سراب رود تا شادب تاند سرزمین موعود را گندید. موسی سرزمین موعود را دیست، اما خدا اجازه نداد که موسی داخل بید. و بعد موسی مرد و بنی اسرائیل 30 روز برای سوگش داشت. یوشع به عنوان رهبر انتخاب بود. رهبری نیکوت، چون به خدا اطمینانی داشت و خدا اطاعت کرد. داستانی برگرفته از کتاب مقدس، کتاب خروج فصلهای 16 تا 17، کتاب اعداد فصلهای 10 تا 14 و فصل 20 آیه 27 و کتاب تثنیه فصل 34.